سلام. این ویدیو در مورد دانسته‌ها، نکات کلیدی، خلاصه اطلاعات و دانش عمومی مورد نیاز در حیطه تکنولوژی هوش مصنوعی، کاربرد، اخبار از آینده و هر آنچه باید و نیاز است بدانیم از دیدگاه هوش مصنوعی توسط چت جی پی تی ساخته شده و در اختیار شما قرار گرفته. در ادامه برای توضیح ساده‌تر و کاربردی‌تر نکات کلیدی و مهمی که باید بدانید از هوش مصنوعی با تعریف ساده به ماشین‌ها یا نرم‌افزارها اجازه می‌دهد که مانند انسان فکر کنند یا تصمیم بگیرند. مثال دستیارهای صوتی مثل سیری و گوگل. انواع هوش مصنوعی محدود مانند برنامه‌های تشخیص چهره یا سیستم‌های پیشنهاد خرید. البته هوش مصنوعی عمومی هنوز به طور کامل توسعه نیافته، اما هدف این است که بتواند تمام کارهایی که انسان‌ها انجام می‌دهند را اجرا کند. کاربردها در صنعت، پزشکی، آموزش، رانندگی خودکار و حتی هنر مانند تولید موسیقی از هوش مصنوعی استفاده می شود. تکنولوژی تعریف ساده به ابزارها و سیستم‌هایی گفته می شود که برای ساده‌تر کردن کارها استفاده می شود. مثال‌های عملی: گوشی‌های هوشمندی که به شما اجازه می دهند با دیگران در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید. ماشین‌های پیشرفته‌ای که با سنسورها و تکنولوژی‌های جدید ایمن‌تر و کم مصرف‌تر شدند. تأثیر تکنولوژی بر زندگی با دستگاه‌های پزشکی مدرن مثل دستگاه‌های MRI و ربات‌های جراحی. تغییر در آموزش، کلاس‌های آنلاین و ابزارهای یادگیری دیجیتال. صنعت، ربات‌ها در کارخانه‌ها کار می‌کنند و تولید را سریع‌تر و دقیق‌تر کردند. این نکات کلیدی می‌توانند در درک بهتر و استفاده مفیدتر از هوش مصنوعی و تکنولوژی به شما کمک کنند. در آینده هوش مصنوعی و تکنولوژی با سرعت بیشتری به پیشرفت خود ادامه خواهند داد و تأثیر عمیقی بر زندگی انسانها و اقتصاد جهانی خواهند گذاشت. در ادامه به چند مورد از پیشرفت‌های کلیدی که انتظار می‌رود در این حوزه رخ دهد اشاره می‌کنم. خودآموزی، هوش مصنوعی به سمتی حرکت می‌کند که سیستم‌ها قادر به یادگیری مستقل از داده‌ها باشند، مانند یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی. این می‌تواند باعث شود ماشین‌ها در محیط‌های پیچیده‌تر و بدون نیاز به مداخله انسان بهتر عمل کنند. هوش مصنوعی مولد. فناوری‌های مولد مانند چت جی پی تی که در حال حاضر وجود دارند، بهبود خواهند یافت و می‌توانند محتوای پیشرفته‌تری مثل طراحی‌های گرافیکی، کدهای برنامه‌نویسی و حتی داستان‌نویسی تولید کنند. پیشرفت در خودروهای خودران مانند تسلا به یک تکنولوژی کاملاً عملی تبدیل خواهند شد و سیستم‌های هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک و ایمنی جاده‌ها بسیار موثرتر خواهند بود. این به معنای سفرهای ایمن‌تر و کاهش تصادفات جاده‌ای است. استفاده گسترده از ربات‌ها در صنعت و زندگی روزمره. ربات‌های خانگی. ربات‌ها می‌توانند به کمک در کارهای روزمره مانند تمیزکاری، آشپزی و مراقبت از سالمندان بیایند. پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه باعث خواهد شد که ربات‌ها با هوش و دقت بیشتری در خانه‌ها به کار گرفته شوند. صنعت و تولید. کارخانه‌ها و صنایع بزرگ به طور گسترده‌ای از ربات‌ها و هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری استفاده خواهند کرد و می‌توانند کارهای یکنواخت و پرخطر را به ربات‌ها بسپارند. پیشرفت در پزشکی با کمک هوش مصنوعی. تشخیص دقیق تر بیماری‌ها، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند با تحلیل داده‌های پزشکی به تشخیص بیماری‌ها کمک کرده و حتی پیش‌بینی کنند که فرد در آینده ممکن است به چه بیماری‌هایی مبتلا شود. جراحی‌های رباتیک، استفاده از ربات‌ها برای انجام جراحی‌های پیچیده و دقیق بیشتر می‌شود و این تکنولوژی با ترکیب هوش مصنوعی، دقت و ایمنی جراحی‌ها را افزایش خواهد داد. اینترنت اشیا و شهرهای هوشمند. در آینده شهرها از تکنولوژی‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای مدیریت بهتر منابع، ترافیک و مصرف انرژی استفاده خواهند کرد. این امر می‌تواند به ایجاد محیط‌های شهری پایدارتر و با کارایی بالاتر کمک کند. خانه‌های هوشمند. با پیشرفت اینترنت، خانه‌ها مجهز به سیستم‌های هوشمندتری خواهند شد که مدیریت انرژی، امنیت و حتی سلامتی ساکنین را کنترل می‌کنند. آموزش شخصی سازی شده و با کمک هوش مصنوعی محتواهای آموزشی به صورت مستقیم برای دانش آموزان و دانشجویان تولید می‌شوند و این می‌تواند تجربه یادگیری را بهتر و کارآمدتر کند. هوش مصنوعی و هنر. در آینده هوش مصنوعی قادر خواهد بود تا آثار هنری بیشتری تولید کند، از جمله موسیقی، نقاشی و فیلمسازی. این تکنولوژی می‌تواند به هنرمندان کمک کند تا آثار جدیدی خلق کنند یا حتی به تنهایی به عنوان یک هنرمند دیجیتال فعالیت کند. این تحولات به احتمال زیاد طی سالهای آینده تأثیرات چشمگیری بر تمامی جنبه‌های زندگی خواهد داشت، از نحوه کار کردن و یادگیری تا نحوه زندگی در شهرها و تعاملات روزمره. بازخورد منفی و نگرانی‌ها. با وجود فواید، چالش‌ها و نگرانی‌های زیادی درباره گسترش این تکنولوژی‌ها وجود دارد.
برخی از بازخوردهای منفی شامل موارد زیر است: حفظ حریم خصوصی. با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت، نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شخصی افراد نیز افزایش یافته است. مردم نگرانند که داده‌های شخصیشان به طور نادرست جمع‌آوری و استفاده شود. بیکاری ناشی از خودکارسازی، اتوماسیون و جایگزینی نیروی انسانی با ماشین‌ها و ربات‌ها، نگرانی‌هایی را درباره از دست رفتن شغل‌ها به همراه داشته است. افرادی که در بخش‌های صنعتی یا خدماتی کار می‌کنند، ممکن است با تهدیدات جدی در حوزه شغل و درآمد مواجه شوند. اعتماد به سیستم‌های هوشمند. برخی افراد از اعتماد کامل به سیستم‌های هوشمند و خودکار احساس نگرانی می‌کنند، خصوصاً در حوزه‌هایی مانند رانندگی خودکار یا سیستم‌های پزشکی. و در نهایت جمع‌بندی. این ابزار خاص و این فناوری باهوش در دنیای شبه‌سازی شده از نظر و دیدگاه موشکافانه چت جی پی تی می‌رسیم که در مجموع پیشبینی‌ها در مورد ادغام کامل هوش مصنوعی و تکنولوژی در زندگی روزمره عمدتاً مثبت است. اما چالش‌ها و نگرانی‌های مهمی نیز وجود دارد. رضایت مردم بستگی به نحوه مدیریت این تحولات و رفع نگرانی‌های موجود دارد. اگر مسائل مربوط به حریم خصوصی، بیکاری و قوانین مرتبط به درستی مدیریت شود، تکنولوژی می‌تواند تجربه زندگی انسان‌ها را بهبود بخشد و رفاه عمومی را افزایش دهد.